اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چرا باید مادران و خواهران ما حجاب پوشند؟ اولا، حجاب فرمان الله است و دوم، فرمان پیامبر الله است. حجاب فرمان کسی است که تمام مخلوقات را آفریده است. حجاب فرمان کسی است که تمام ملکوت از آن اوست. چگونه ای که الله تعالی می فرماید: و ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا. یعنی الله تعالی می فرماید و هیچ مرد و زنی با ایمان حق ندارد هنگامی که الله و پیامبرش امری را مقرر کنند از سوی خود امر دیگری را اختیار کنند، و هر کس الله و پیامبرش را نافرمانی نماید پس بدون شک به گمراهی آشکار گرفتار شده است. الله مهربان در جای دیگر می فرماید: یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابهن. یعنی ای پیامبر، به همسرانت و دخترانت و زنان مؤمنان بگو چادرهای خود را بر خویش فرو افکنند. و در جای دیگر الله تعالی می فرماید: و من یطیع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما. و هر کس که از خدا و پیامبرش اطاعت کند یقینا به کامیابی بزرگ نائل شده است. دوم، حجاب راه است برای حفاظت کردن پاکی دلها، چون اگر چشم نبیند دل آرزو نمی کند. چگونه ای که الله تعالی می فرماید: و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم و قلوبهن. و هنگامی که چیزی از وسایل زندگی خواستید پس از آنان، یعنی از زنان پیامبر، از پشت پرده بخواهید. این کار برای دلهای شما و دلهای آنان پاکیزه تر است. سوم، حجاب راه است برای پیشگیری کردن از فساد، چون زنان خودشان را با این حجاب که خداوند متعال فرمان داده است نپوشانند باعث منتشر شدن فتنه و فساد می شود. چهارم، حجاب راه است برای حفاظت کردن از حیای زنان، چون نداشتن حجاب نداشتن حیا است. چگونه ای که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: حیا و ایمان نزدیک یکدیگرند که یکی از آنها از بین برود دیگری نیز از بین می رود. عایشه رضی الله عنها، همسر گرامی نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود: وقتی داخل آن خانه شدم که پیامبر و پدرم ابوبکر رضی الله عنه در آن به خاک سپرده بودند، حجابم را بر می داشتم، زیرا این همسرم و این پدرم است. اما وقتی عمر رضی الله عنه را آنجا به خاک سپردند سوگند به الله داخل نمی شدم تا حجاب نداشته باشم، به خاطر حیا کردن از عمر رضی الله عنه. برادر و خواهرم، ببینید که چگونه مادر داشتیم ما، حتی از مردگان حیا می کردند. پنجم، حجاب یکی از نشانه های ایمان است، چون وقتی الله تعالی به زنان فرمان می کند که خودشان را با حجاب بپوشانند نامهایشان را به مؤمنان می برد، چون این نشانه ایمانشان است که فرمان برداری می کنند. هنگامی که چند تا از زنان بنی تمیم پیش عایشه رضی الله عنها با لباسهای تنک در تن داشته آمدند، عایشه مادرمان الله از او راضی باشد فرمودند: اگر شما با ایمان باشید این لباس ایماندار نیست. و ششم، حجاب راه است برای حفاظت کردن از انسانهای بد، چگونه ای که الله تعالی می فرماید: ذلك ادنى ان يعرفن فلا یؤذین. یعنی این مناسب تر است تا شناخته شوند پس مورد آزار قرار نگیرند. پس خواهری عزیز، مادری عزیز،
تا این هنگام اگر نمیدانستی که حجاب فرمانی الله است، اگر این سخنان را شنیدی، پس از امروز اگر حجاب نمی کنی، بدان که این امر الله است، بدان که این امر پیامبر صلی الله علیه و سلم است. از امروز اگر دانستی که حجاب فرمانی الله است، پس اگر حجاب نمی کنی، روز محشر در پیشگاه الله جواب خواهی گفت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.